رسول صلی الله علیه و سلم میگه 4 نفر خدا در غضب خود گرفتن. در روایت مسلم 3 نفر است. 3 لا یکلمهم الله، 3 گروه است که خدا به همراهشان حرف نمیزنه. ولا یزکیهم، روز قیامت پاکشان هم نمیکنه، کلمه گناهشان حشر میشه. ولا ینظر الیهم، به طرفشان نگاه هم نمیکنه. ولهم عذاب علیم، برشان عذاب علیم است. یکی از اونا کی است؟ پیرمردی که ریش سفید داره هنوزم زنا میکنه و توبه نکرده از این دنیا میرود. دوم، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید خدا نظر رحمت نمی کند و به اون توجه نمی کند. اون کسی که احسان به مردم میکند سر مردم باز منت گذاری میکند. سر مردم منت گذاری میکند. تو کمک نکرده و زکات به تو نداده بودم، این مال به تو مامو تو کی داده؟ تو از مالی که خدا داده به بنده خدا داری. ما فرسو نیست. اگر این مال از تو میبود بعد از مرگ تو چرا تقسیم میشه؟ اگر این مال از تو میبود چرا با جیب خودت نمیگیری داخل قبر؟ از مادر آمدیم چی داشتیم چیزی؟ از مادر آمدیم دست خالی. وقتی میریم چی میبریم؟ دست خالی. آمدن رفتن ما دست خالی. پس در این وسط هم آمدن و رفتن چقدر تلاش میکنیم جمع برای چی؟ کجا میبریش؟ از کجا آوردیش؟ آمدی دست خالی میری دست خالی. به خاطر دست خالی این همه دروغ، این همه چپاول، این همه قسم، این همه به چشم مسلمان خواب زدن که پول به دست بیاورم. آمدی نداشتی میروی نمیبری. عزیز من به خاطر چی؟ صلی الله علیه و سلم میگه سوم کسی که خدا نظر رحمت به اون نمیکنه، او را پاک نمیکنه، عذاب علیم خدا به اون است. حدیث 107 مسلم است. رقم حدیث هم یادت باشه. 107 مسلم فرمود رسول صلی الله علیه و سلم عائد مستکبر، فقیری که تکبر میکند. تواضع گردن فروزان نیکوست. گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگر دیدی که این گدا تواضع میکنه دست شکسته دراز میگه خیرات به من بده، خوی صفتش از دیگه و باید همه قسم بکنه پول جمع بکنه. ولی میفهمین که تواضع از کی زیباست؟ از من الله. از کی زیباست؟ از اونی که جمال داره. از کی زیباست؟ اونی که پول داره. از کی زیباست؟ از اونی که قوت داره. از کی زیباست؟ از اونی که نسب داره. از کی زیباست؟ از اون کسی شهرت داره. این دیگر تواضع گردن فروزان نیکوست. اونهایی که گردن بلند دارن اونها باید تواضع بکنن. اگر فقیر تکبر بکند پناه بر خدا. 4 یبغضهم الله، 4 گروه که خدا اون رو در غضب خود میگیرد. اولش الفقیر المختال، فقیری که تکبر میکند. پناه بر خدا که فقیر هم تکبر بکند. پس 3 تا کسی که خدا او رو تزکیه نمیکنه، پاکش نمیکنه و نظر رحمت به اون نمیکنه. اما سومش کسی که تکبر میکند. کسی که تکبر میکند. و در یک روایت از این 3 نفر اون پادشاه دروغگوی میآید. در همین روایتی که من گفتم و ملک کذاب، پادشاهی که دروغ میگوید بر رعیت خودش، این را الله جل مجدور روز قیامت تزکیه نمیکند و پاکش نمیکند. تکبر در 3 جای زیبا هست. در چند جای؟ 3 جای. کسی را دیدی که تکبر کرد، یک متکبر را دیدی که خیلی گردن خود را بلند میگیره، اینجا تو متواضع هستی، شکسته هستی، ولی به خاطری که به این متکبر دست بدهی تو هم یک تکبر رو میکنی. نه به خاطر الله، صفت تو تکبر نیست، به خاطری که این متکبر رو گردنش رو بشکنانی و این متکبر بگی تو کی؟ بعضی ها وقتی پول دارن داخل میشوند یک مهمانخانه، همه کس باید جلو رویشون استاد شود. یه عالمی بیاید به این حب را داشته باشد که من وقت داخل شوم همه کس پیش روی من استاد شود. پناه بر خدا این عالم برود که سجده های به خدا بکند تا خدا تواضع به این نصیب بگرداند. این تکبر است عزیز من. حضرت عمر ابی ابن کعب را امروز دید که پیشا پیش روان است، چند نفر از پشت حضرت ابی ابن کعب در حرکت است. دره خدا کشید عمر، دره خدا کشید با ابی ابن کعب، گفت دیگه تنها مرا میدی، نبینم که با پشت مردای زیاده باشه. گفت من میدانم که قلب تو متواضع هست و تو شکسته هستی و فروتن هستی، ولی این انسان هایی که پشت تو میروند سبب میشود که یک روز قلب نفس پیدا کنی. یک روز رسول صلی الله علیه و سلم در راه میرفتن، چه پیامبر محبوبی داشتیم، الله اکبر. در راه میرفتن، صحابه را چی میگن؟ صحابه من شما پیش برین، من از پشتتان میرم. صحابه پیش حرکت میکنه، رسول خدا از پشت زنا میره. چقدر درس میداد به ما، تعلیم میداد به ما. امت من چگونه شکسته باشه. صحابه رو پیش حرکت میدن، خودش پشت از راه حرکت میکنن. تواضع و شکستگی نبی علیه الصلاه و السلام تعلیم برای امت است که باید این
کرامت شکسته باشه. پس بنابراین عزیز دل خیلی زیاد متوجه باش، خیلی زیاد متوجه باش که تکبر وجود ما و تو را نگیره که این خیلی خطرناک است. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بعد توبه ابن کعب دیگه در راه تنها برو که نشود انسان ها به پشت تو در حرکت شوند، عجب و خودپسندی پیدا کنی. عبدالله ابن سلام عالم یهودی بود. وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم وارد مدینه می شود، وقتی وارد مدینه می شود، عبدالله ابن سلام میگه به خاطر امتحان آمدم که بشناسم این پیامبر هست یا نیست. رسول صلی الله علیه و سلم میگه 4 نفر خدا در غضب خود گرفتند.